بیو. هستم پدرجان. و علیکم السلام. لباسم چکنم؟ زیبی دست بچم. رحمت شما با عید کردن نمی روید؟ همه گشتیستان. شما فقط در خونه میشینید. یا برو پرده من بیو جونی پدر. شین. زمانی من ایجورا میشیشتم. این گپی من رو بعضا نفرها میفهمند. هر سالی که عید میشد حرکت میکردم که 190 کیلومتر راه رو طی کرده به دیه روم یا در اجاره رو از داخل محکم سازم. کنون دوستان من دارم که تا حال در اجاره زندگی میکنم. من میخواهم که آنها به خانه من آیم. من خرسندی خودم رو در چشم آنها ببینم. تا روزی که دوستانم خرسند نباشند برای من عید نیست. و یک چیز دیگر رو نیز فراموش نکن جانی پدر. همه وقت در زندگی چنین رفتار کن که دوستانت تو رو چون برادر شناخته اعتماد سازند.